سلام و روحان عزیز، به چینل خبری ما خوش آمدین. سرحد خبرها: داعش کشورهای آسیای میانه را تهدید کرد. امید که تا آخر برنامه با ما باشید. برای حمایت از ما لطفاً چینل ما را سابسکرایب نمایید تا ویدیوهای بعدی ما را داشته باشین. مهمترین رویدادها: دیپلماتی در این گزارش نوشته که داعش شاخه خراسان تبلیغات گسترده‌ای را به راه انداخته و به دنبال سربازگیری از مردم تاجیکستان است و آنها را به خشونت علیه تاجیکستان تحریک می کند. دیپلمات افزود مدت پس از آن که داعش شاخه خراسان حمله را به تاریخ 18 اپریل علیه خاک ازبکستان انجام داده، یکی از حامیان تاجیکستانی در کانال تلگرام خواستار عملیات مشابه علیه تاجیکستان شد. بر بنیاد این گزارش، داعش شاخه خراسان به تازگی تبلیغات گسترده‌ای را با گویشوران زبانهای آسیای میانه در داخل افغانستان و سراسر منطقه تشدید کرده است. کانال‌های مربوط با این گروه تروریستی مطالب را به زبانهای پشتو و اردو تولید می‌کند، اما اکنون فهرست خود را با انتشارات مطالب به زبانهای فارسی، لهجه تاجیکی، ازبکی و سایر زبانهای منطقه‌ای متنوع کرده است. با این حال اخیراً وزارت داخلی طالبان گفته که داعش تا 98% در افغانستان نابود شده و نگرانی از خطر آن جدی نیست. برای حمایت از ما چینل ما را سابسکرایب کنید. با تشکر.